درود به همه دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. برای این ویدیو دارم میخواست که لباس صورتی بپوشم، ولی بعدش یادم اومد که من نیستم. حتی مزاح میکنم، اگرم بودم ایرادی نداشت یا کسی باشم ایرادی نداره، به خودش مربوط، ارتباطی به من نداره این موضوع. ولی دلیل اصلی این که لباس صورتی نپوشیدم این بود که یادم اومد که من این فیلم رو ندیدم. یعنی من و تو به عنوان ایرانی اصلا این فیلم و فرهنگ قفل تو کشور تو و اصلا اکران نمیشه اینجا. تو به عنوان ایرانی بایستی بری کلا شاپو بذاری فیلم فسیل رو نگاه بکنی. یعنی هر چقدر هم زور بزنیم خودمون رو بتپونیم به اتفاقاتی که در نقاط دیگه از دنیا میفته، باز خیلی فایده نخواهد داشت. ولی خب قدرت ترند جهانی رو نگاه بکنید. یعنی من به عنوان یک ایرانی در خاورمیانه، در کشوری که زن سالهاست موضوع گفتمان نبوده کلا، یعنی خیلی صحبت نمیشه در ارتباط باهاش، و از اون برم کلا توی سینماها اصلا فیلمایی که جای دیگه دنیا اکران میکردن اینجا اکران نمیشده. یعنی توی سینمای ما همیشه فیلمای همینجا پخش میشده. و باربی چیه؟ شما اونجرز هم نمیتونستی نگاه بکنی، باید چندین ماه صبر بکنی بقیه دنیا ببینن، کارشون تموم شه، فیلمو بندازن جلوت، یا بری خفت بکشی فیلمو پرده‌ای نگاه بکنی. یعنی فیلم خود کارگردان رو نگاه نکنی، فیلمی که یه نفر دیگه از فیلم اون فیلم گرفته رو نگاه بکنی. بعد حالا به زور بیایم روش محتوا بسازیم که ما هم از دنیا عقب نمونیم و احساس امول بودن نکنیم که باربی بهتری یا اوپنهایمر. اصلا به تو ربطی نداره. سعید کدومو اول نگاه کنی، باربی یا اوپنهایمر؟ هیچ کدومو نمیتونی نگاه بکنی. عرض کردم شما بایستی صبر بکنی دنیا کارش تموم بشه، همه فیلمو نگاه بکنن، فیلمو بندازن جلوت، اون موقع میتونی این فیلمو ببینی. حالا تو این وضعیت من اون روز یه ویدیو دیدم که استاد فراستی گذاشته نقد فیلم اوپنهایمر، که سوالی که برای من پیش اومد این بود که استاد فیلمو چجوری نگاه کرده. رفته کشورهای همسایه فیلمو دیده، بچه‌ها دیدن براش تعریف کردن، یا اینکه رفته فیلمو پرده‌ای نگاه کرده، که خب خیلی در شأن ایشون نیستش که به فیلم پرده‌ای نگاه بکنه. استاد نه تنها ناقض حقوق ناشر اثر هست، بلکه خب ضایع است دیگه آدم فیلم پرده‌ای نگاه بکنه. بعد توی قسمت از نقدشون میگفتن که و اما جناب نولان، من به نظرم اوپنهایمر نولان فیلم خیلی بدی نیست. شما اگر فیلم رو با کیفیت بالاتر ببینی فیلم بهتری هم میشه. حالا از این بحثا هم که بگذریم، کلا خیلی باحال نیست دیگه. یعنی یکی از جذاب‌ترین قسمت‌های زن ایرانی برای من اینه که باربی نیست، و اون روزی که زن ایرانی باربی بشه همون روزی هستش که بنده کشور رو برای همیشه ترک خواهم کرد، به مقصد آمریکای جنوبی احتمالاً. آره، حالا فیلمو هنوز ندیدم، تا فیلم بیاد بندازن جلوم فیلمو نگاه بکنم چند ماه طول میکشه، ببینم حتما باز دوباره راجبش اظهار فضل خواهم کرد. و تا به اون روز فعلا همین. خدا نگهدار.